سلام و خیلی خیلی خوش اومدید. سلام و خیلی خیلی خوش آمدید. من گفتم خوش اومدید دیگه. و تأکید مؤکد. و امیدواریم که فرصت همراهی با این برنامه کامنت رو داشته باشیم، به خصوص در روزی که 31 مرداد هست. چرا ساعت و 31 مرداد؟ تقویمو دارم نگاه میکنم. کار داری؟ بله 31 مرداد هست و 9 روز دیگه مونده تا اسنپ بک. در این رابطه کامنتی نداری شما؟ بله. اسنپ بک اسم فارسیش مکانیزم ماشه است. اسنپ بک میگی ترسش که میریزه. نه اون که یک چیزی هم گفته بود پس گشت، هم چیزی هم گفته بود فارسی ترش کرده. مزخرفات زیاد میگن آخوندا. مکانیزم هیچی نیست، هیاهو و تبلیغاته. تو هم فکر کنی میاد اسیر همین هیاهو و تبلیغات شدی ساعت نگاه کردی. کی گفته اینو؟ کی گفته؟ یک شخصیت متخصص عالم به طور خاص تو امور اسنپ بک و اسنپ فور و اسنپ و تپسی یا تپسی. کی هستین؟ کی هست؟ امام جمعه اصفهان. آها، همون که گفتش که خامنه ای نگاه راهبردی داره مثل شتر. ببین اون یه شبیه سازی شدهشه، اون توی کرج بوده که استدلال کرد، گفت شتر رو دید راهبردی داره، خامنه ای هم دید راهبردی داره که شما نتیجه بگیرید شتر مساوی است با خامنه ای. نه، این موضوع رو سر اسنپ بک امام جمعه اصفهان گفته. از این هیاهوها واهمه ای نباید داشته باشیم، چون خیلی آگاهی تحت تأثیر این هیاهوهای دشمنان قرار میگیرن، مخصوصا این روزها که اگر مکانیسم ماشه انجام بگیره چه خواهد شد. من بس تریبون نماز جمعه به شما ملت عزیز عرض خواهم کرد که هیچ گونه اتفاقی نخواهد افتاد. بله، هیچ گونه اتفاقی نخواهد افتاد. آره دیگه، راست میگه دیگه. این فضول معرکه سخنگوی پزشکیان هم همینو گفته. گفت اصلا اسنپ بک بار روانی داره دیگه، بار دیگه ای نداره. که نمیخوایم بگیم که خدای نکرده نگید واقعیت ها رو، ولی واقعیت ها رو و آن چیزهایی رو که میتوانیم جریان سازی بکنیم نشان بدهیم. مکانیزم ماشه بار روانیش به مراتب از بار اقتصادیش بیشتره. نگران این موضوعات نباشید. حالا این فضول معرکه یه زمانی صحبت از روان میکنه که برای هیچ کس من جمله عظما روانی نمونده. بابا این بدبخت نزدیک پوسته زمینه، اصلا دیگه روانی براش نمونده که حالا بیان با روانش بازی کنن. قبلا یه آبغوره میگرفت تو بیت خودش، این بسیجی‌ها رو خر می‌کرد. جرأت همون کارم نداره، اصلا رو زمین پیداش نمیشه. شده جزء موضوعیت نداره بار روانی. ولی بابک به نظر من راجع به این موضوع اسنپ بک باید رفت از عراقچی پرسید، همون که هی میگفت مذاکرات سازنده است. مذاکرات سازنده است. بله، همونی که هی میگفت مذاکره سازنده است، تمام شرایط ما رو قبول کردن، رو به جلویم، هیچ عقب نشینی نمیکنه. پیشرفت داریم میکنیم. حالا نگو اون 5 دوره مذاکره طرف داشته بمبا رو زیر هواپیما، اون داشته پیشروی میکرد. ببینید اسنپ بک اگر بشه چیز بدیه. حالا ما که میگیم اختیار ندارم، حالا فرض میکنیم که بخواد انجامش. من میخوام این قسمتش هم روشن بکنم، این که باید یه فکری بکنیم جلو اسنپ بک رو بگیریم هیچ تردیدی نیست و ما هم تا آخرین لحظه تلاش خواهیم کرد. چرا؟ چون اسنپ بک چیزای بدی برای ما داره. یه جوری میگه اسنپ بک چیز بدیه، حالا انگار مثلا خوبه، یه بدیایی هم داره، مثلا یه گلیه، یه خاری هم داره. آره، این شکم چرون فکر میکنه مثل شاورمای سوریه است. حالا درسته شاورما بود، شلو کباب نبود، ولی شکمو سیر کرد. بابا هنوز راه نیفتاده، تو با چه سر وضعی رفتی نجف؟ و اگه راه بیفته دیگه چیکار خواهی کرد؟ نگاه کن. اما بابک اگر میخوای راجع به این اسنپ بک و این چیزای بدی که الان عراقچی گفت بیشتر بدونی، باید بری سراغ این پسر اکبر کوسه. اونم دوم در آورده. آره، که هم ترجمه میکنه اون چیزای بدو و هم فصل 7 منشور سازمان ملل رو میاد ترجمه میکنه. مثلا در مورد اسنپ بک طوری صحبت کردم که انگار خیلی مهم نیست. فصل 7 منشور سازمان ملل هم وضع خطرناکیه، چرا که اجازه میده به کشورها بر اساس اون حمله نظامی به ایران بکنن. یعنی دیگه لازم نیست برن از شورای امنیت اجازه بگیرن. اگر یه اتحادی مثلا فرض بر این میکنه که قطعنامه ها رو ایران اجرا نکرده، میتونن اتحادی برقرار کنن و بر اساس اون اتحاد حمله کنن. یعنی اگر الان حمله به ایران تبدیل شده به یه حمله اسرائیل و کمی هم آمریکا نیابتی در توسط اسرائیل، بعد تبدیل میشه به حمله متحدین آمریکا و اسرائیل و شاید اروپایی‌ها و بقیه به ایران. در نتیجه نباید این رو ساده بگیریم. تو این همین جنگ هم
عجب. پس اون چیزهای بدی که عراقچی میگفت و اون بار روانی که سخنگوی پزشکیان میگفت این بود. آره این اکبر پسر اکبر کوسه هم دیده که لگدخور عظما خوبه، هر کی رد میشه یه لگد میزنه تو سر عظما. اینم فرصت و غنیمت شمرده به تلافی استخر فره، یه لگد دیگه به عظما زده. اون لگدشو نگاه کن. الان به هر دلیلی حالا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یک ضربه ای، یک تحمیلی بر کشورمون شد و اون چیزی که ما فکر نمی کردیم و حتی مقام معظم رهبری هم فکر نمی کردن که جنگ اتفاق بیفته و گفتن که مذاکره نمی کنیم، جنگ هم اتفاق نمی افته اگر یادتون باشه. بله. و این اتفاق افتاد. حالا بابک اومدیم و این مکانیسم ماشه اجرایی شد و این اسنپبک هم اتفاق افتاد. خب بعد چیکار باید بکنن اینا؟ اینجا هم به قول غربی‌ها پلن دارن. یه سلاح ناشناخته که محسن رضایی میگفت یادته، اجنه رو میکنن، لشکر اجنه میاد کمکشون. واقعا آدم خیلی متوهمیان به قول ایشون، ولی واقعا دارن شاخ در میارن که آقا ممنوعیت صادرات تسلیحات، انسدام دارایی‌ها، محدودسازی مسافرت، محدودیت تجاری مالی و مهمتر از همه بازرسی محموله‌ها در همه آبراه. آقای قدیری ابیان عزیز برادر من، چرا من و شما چشمون باز نمی‌کنین چیزایی که نوشته شده؟ داره میگه آقا اگر قطعنامه‌های ششگانه برگردد در تمام آبراهای بین‌المللی شما رو میتوانن همه کشورها بگردن، این دوستان چجوری میخوان اون تحریما دور بزنن؟ مگر اینکه آقا نیروی اجنه‌ای چه میدونم نیروی ماورایی داشته باشه. حالا اسنپبک و این حرفا رو بذاریم کنار، یه ذره درباره دستاوردهای نظام صحبت کنیم. به هر حال از همه این حرفا که بگذریم، برگ جدید عظما یعنی لاریجانی در اوج اقتدار بلند شد رفت عراق و لبنان. نرفت؟ من برگ جدید رو قبول دارم، اما میخوام یه تمثیلی به کار ببرم. دیدی بعضیا اول که تهدیگ سوخته است میذارن کنار نمیخورن، بعد که میبینن سیر نشدن همون تهدیگ سوخته رو با چه ولعی میخورن. این برگ جدید لاریجانی حکم اون تهدیگ سوخته رو برای خامنه‌ای داره. بابا یکی این معادله رو برای ما حل کنه. یه آدمی هست 2 دوره آدم که البته نه، یه موجودی هست 2 دوره صلاحیت نداشته طبق همین قوانین خود این رژیم رئیس جمهور بشه، بعد الان صلاحیت پیدا کرده، یه شبه بهش وحی شده از طرف خامنه‌ای، شده مسئول کل امنیت کشور. این برگ جدید عظماست؟ یعنی به نظر تو این برگ جدیده؟ باشه آقا، همین برگ جدید، همین تهدیگ جدید، هرچی به هر حال این در میان استقبال پرشور امت حزب الله وارد لبنان شد. بله این پرشور رو ببینیم. حالا اولا این فیلمی که نشون داده ما نفهمیدیم کی از کی داشت استقبال میکنه. ما فقط دیدیم لاریجانی دست بلند میکنه برای در دیوار دست تکون میده. بعد لانگ شات نرفت. همون آره اصلا لانگ شات جرئت نکرد بره. یه لانگ شات این امتی که میگفتیم ما حداقل میدیدیمشون. ببین طبق اصول دیپلماتیکه که عوض نشده باشه معمولا تو فرودگاه مقامات رسمی میان استقبال، نه موتور سوار که آخه موتور سوار که نمیاد استقبال. تازه موتور سوارم که ما چند 10-15 نفر بیشتر ندیم تو این فیلم‌ها. استقبال بذار کنار خود از پرشور و اینا کوتاه بیا. خب باشه به هر حال خب شاید اینا به خاطر شرایط و ملاحظات امنیتی بوده، اما خب دیگه رفت با رئیس جمهور لبنان دیدار کرد دیگه. بله دیدار کرد. دیدارش رو از قول این روزنامه لبنانی میتونی تیترشو بخونی؟ اگه عربی من قبول داشته باشی نوشته صفحه من اون و سلام فی وجه لاریجانی، یعنی سیلی، یعنی کشیده افسریه رئیس جمهور لبنان و نخست وزیر لبنان بر صورت لاریجانی. اینم دیدار دیپلماتیک. ای بابا خیلی ضایع شد که بیشتر از این که رئیس جمهور و نخست وزیر و خب دیگه فقط میمونه وزیر خارجه که البته اونم وقت نشد به دیدار کنن دیگه. اون ضایع‌تر از این بود. ای کاش تو همینجا نگه می‌داشت. اون اصلا گفت وقتم داشتم ملاقات نمی‌کردم. باز الان این سیلی زدن حضور. چرا با وزیر خارجه من زمان محدودی داشتم. معاليك لما سئل لاریجانی انه ليش ما شافك قال لضيق الوقت. ما هو تعليقك على هذا الامر؟ انا حتى لو كان عندي وقت ما كنت التقيت فيه. خب اون از استقبال و اینم از مقامات و بالاخره چی گفتن ته خط به لاریجانی؟ گفتن گم شو. خلاصه بیا اینم مجری معروف تلویزیون لبنان که این حرف منو قشنگ داره تلویزیونی و رسانه‌ای میگه. حلوا عنا
اي نعم، حلوا عنا، حلوا عنا أنتم وسلاحكم ومسيراتكم وصواريخكم وأبواقكم وراياتكم ومرشدكم وإيرانكم ومحوركم. حلوا عنا. إيرانكم العظيمة زرعت قنبلة نووية في خصيرتنا وبررت امتلاكها باسم الكرامة، بينما نحن وشعبكم تأكلنا الحروب وتقتلنا المجاعة. أما حزبكم الإلهي فزرع لبنان بالسلاح والمسيرات وادعى ويدعي أنه خلاص لبنان، فإذا به يخلص على لبنان. ما دستاوردهای سفر لاریجانی به عراق و لبنان متوجه شدیم، اما اون چه که باقی میمونه اینه که این برای اونا چی سوغاتی بود. بله. حالا اون وجه دستی که به موضوعای خودش میده بماند، ولی برای کل لبنان حتی وجه دستی هم داد نیومدن استقبالش. با وجه دستی هم نیومدن. اوضاع چقدر خرابه برای رژیم. $400 نفری میده، بعد حال ندارن تا فرودگاه بیان یارو رو استقبال کنن. ولی برای لبنان یه سوغاتی ارزشمند بود، اون قطعی برق. وسط کنفرانس خبریش برق رفت. اگر دولت لبنان از ما کمک بخواد کمک میکنه. في حال طلب الحكومة اللبنانية. این نحوستی که گفتی خیلی درسته. اصلا اینا نباید جای راجع به آب و برق و گاز و اینا صحبت کنن. این مجری تلویزیون خامنه‌ای هم داره راجع به تأمین برق سوریه صحبت میکنه. ببین چی میشه. شما اشاره کردید کمبود برق تو سوریه رو قطر و ترکیه براش برنامه‌ریزی میکنن یا نمیکنن؟ آقا اینا کجا مسئله داخلیه؟ کی اعتقاد داره؟ کدوم مسئول سیاسی در منطقه میاد میگه آقا این مسئله داخلی سوریه است؟ چرا این مهمه؟ چرا بیان؟ تصویر برای ما ثابت شده. نمیدونم اگه آقای خانه‌زاده برقشون رفته. من میخوام یه پرانتزی باز کنم. تنها دوره‌ای که در حاکمیت ولایت فقیه مردم ایران نه مشکل آب داشتن نه برق نه گاز همون دوره 12 روزه‌ای بوده که اینا از ترس رفته بودن تو زیرزمین قایم شده بودن، امورات مملکت بدون اینا میچرخید. به محض که اومدن روی زمین دوباره بدبختی‌ها شروع شد. خب حالا در رابطه با همون سفر کذایی لاریجانی، خب آقا استقبالش اونجوری شد که اونجا هم که اون بلا رو سرش آوردن، ولی میگن این مسیر رفت و برگشتش خیلی باشکوه، خیلی باشکوه. یعنی تنها شکوهش همین تو آسمان بوده. اتاق فرمان این تصویرشو داره، این شکوه نشون بده. بله بله. آها این مسیره. این مسیره. این تردد با شکوه لاریجانیه که دولت سوریه اجازه نمیده از آسمونش رد شه، مجبور میشه لقمه از دور گردنش دور بزنه، اینجوری مسیرشو تنظیم کنه. خیلی فشار داره مهران که تو 30 الی 50 میلیارد دلار خرج کنی بعد نذارن بالای همون کشور پرواز کنی. اینه میگن عمق استراتژیک ها. ته خط عمق استراتژیک. چند وقت پیش این پزشکیان یه حرفی زد که البته از این حرفا که زیاد بله بهش گفتن که تو دیگه از رو نوشته بخون. ولی اینه که خیلی براش درد سرساز شد. گفت آقا ما اگه بریم با سایت هسته‌ای درست کنیم خب میان میزنن اینا. خب اومد زد، الان دوباره ببینیم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی بگه میخوایم چیکار کنیم؟ راست میگه دیگه، چیکار کنن؟ ببین این پزشکیان آلزایمر داره. آخه بابا این چند ماه پیش گفتش اگه بزنن میسازیم. این تو ذهن بچه هامونه این فناوری. نگاه کن. این میگه میام مثلا فرض کنید اون کارخونه ها اون مراکز هسته‌ای رو میزنن. مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست، رو زمینه نی، تو بزن باز میسازیم. حالا سوال من اینه این ذهن بچه ها چی شد تو این فاصله چند ماه؟ چرا اینا ذهنشون کور شد؟ این ذهن ها کجا رفت که الان تبدیل شد؟ یه اتفاقی افتاده برای ذهن بچه هاشون. ذهن ها مثل که این کامپیوترها هستن یه دفعه همه حافظه هاشون میپره. همچین اتفاقاتی افتاده. من که برقم قطع و وصل میشه. اینم کامنت یه جمله. اینم کامنت یه جمله. از شما همراهان همیشگی پیک شادی بابت همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و تا دیدار دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا روزی دیگه و دیداری دیگر، خدا نگهدار همگی. خدا حافظ.